اینم لباسای تولدمون که الان رسید. این مال منه، البته این پشتش رو شکمی. اینم مال گندم خانومه. یه نفر امروز تولدش، چه گلای خوشگلی براش آوردن. گلای خوشگلی براش آوردن. داره آماده میشه برای تولدش. اینه گفت مامان میخوان موهای منو گوجه کنن، نظرت چیه؟ چی؟ آها اونطوری بکنن. گوجه دوست نداره گندم، یه تا کار دیگه کنی. چیکار کنیم برات گندم؟ گوجه میکنم، بیا برات گوجه کنم، بیا. میشه هر وقت عروسی شد بیا پیش من باشه. عروسی کی میکنی؟ الان عروسی کردم. نه الان تولدته. این خدا شما نمیدونین چقدر شیرینه. وای خدا. خب تازه رژ صورتی هم میخواست. چشاتو ببین. رژ چه رنگی میخواستی؟ صورتی. صورتی. گندم ببینم موهاتو. ببینم. آدرینا بسه برم. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. حساسی که تو بخوای شده دلت تنگ من خودم زغال فروشم نکن منو سیاه یه بیه آدم بیه
سورپرایزتونو. حالا میخوایم با سورپرایزاتون با هم دیگه بازی کنیم. مرسی دوستان عزیزم که از تولدم تبریک میگیم.